انتهایش عذر پیش کنه، عذر پیش میکنه، انتهایش عذر پیش میکنه. به خاطر چی پیش میکنه؟ نمیفهمید، اشتباه کرده. عجیب اشتباه. امریکا در وقتی که قرآن در میداد، در اونجا فردی انسان مچم در گوشه جهانم باقی نمانده میفهمه که قرآن کتاب مسلمان است و در مقابلش اینطور حساسیت ها تحریک میشه. یک سرباز امریکایی نمیفهمه، جنرالی امریکایی نمیفهمه در مملکت خودش چه حالات شد سر یمی موضوع قرآن. او سر از او پوشیده است این موضوع. لیکن تا که ما خودی ما بخیزیم بگویم که وا عذر میخواه، ما اینطوری عذر خواه را کسایی که قدر اشتباه ها میکنه نمیکنه. ما دین رو سر یمزی گپ زدیم در خطبه جمعه، امی گپا را گفتیم. خب ما مسلمان ها ملامت هستیم، بسیار ملامت هستیم. چرا به قرآن پشت گردانیدیم، به قرآن رو نگردانیدیم، با قرآن خود آشنا نکردیم. قرآن هم بر ما میگه و من یعش عن ذکر الرحمن، کسی که خود کور میکنه، یعنی کمکی چشم کوری چشم پیدا میکنه، عن ذکر الرحمن، از ذکر الله. چرا اینجا نمیگه عن قرآن الرحمن، عن ذکر الرحمن؟ خبرداری ذکر چی را میگه؟ بیدار کننده، یادآور میکنه بری تو مجد، عظمت، داستانای امتهای سابقه را که بالکل از خواب غفلت باید تو بیدار شوی. تو مسلمان بیدار شدی؟ مجد و عظمتت کجاست؟ در هر مملکت نیروی کافر امنیتی تا کافر بگیره، قانون از کافر بچله، نظام از کافر باشه، به نام مسلمان باشی. عجیب، به نام مسلمان باشی، همه دستورات کافر اجرا شود او تو بگویی که من مسلمان است، مملکت مسلمان است. عجیب است. و انهم لیصدونهم عن السبیل، این مردمان نه تنها که خود کافر شدن، یا در تلاش عزیزته. و انهم، این همی مردمان لیصدونهم من میکنه، یعنی دو امر مهم شیطان الله علیجا بیان میکنه. و انهم همی شیاطین لیصدونهم من میکنه یار عن السبیل، از راه حق. این شیطان ها مسلط است، نمیگذارد تو راه حقی تا پیدا بکنی. امروز هم اینطور گپ است. اگر هر حرکتی که بیدار کننده بود باز یا متهم میسازه سر. محمد ابن عبدالوهاب کیست؟ تاریخش هم مطالعه کو که کدام شخصیت است. لیکن امروز دنیای کفر و مستکبرین چی گپ است پیشش جور کرده؟ مسلمانی ما خودش مسلمان است، عقیده خدا نمیفهم، الله را نمیشناسه، فتوای کفر برای از وا داده رایسته که 200 سال 300 سال پیش تیر میشه. خدا مفتی جور کرده، قضاوت نمیکنه. عجیب نیست؟ این کاری همی کفار است. و انهم لیصدونهم، یقینا شیطان ها یارم من میکنه، عن السبیل، از راه حق، از راه قرآن و حدیث تو را من میکنه. نمیماند که تو واقعیت بشناسی، بلکه چی میکنه؟ و یحسبون انهم مهتدون، گمان میکنه یا در راه حق هستن، در راه درست هستن، دمو کارا میگذارشانه. امت مسلمه آلی در کدام اعمال آغشته است؟ بگوی با مو اعمالی که گمان میکنه خب اعمال است، لیکن کلش بدعات، کلش شرکیات. یک دم در شرکیات و بدعات مبتلا هستن، گمانم داره که ما به راهیاب هستیم. امروز همینطور نیست؟ جامعه تان ارزیابی کنی که چقدر شرکیات درش وجود داره، چقدر بدعات درش وجود. سنت در کجا هست؟ یک دفعه بر من نشان بده که سنت در عباداتشان سنت بر من نشان بده که ما چقدر سنت بجا کردیم. سنت در کجاست؟ شیطان دو کار میکنه، منع میکنه تو از راه حق، انواع دسیسه و وسوسه ها را پیدا میکنه، موانع را پیدا میکنه، و یکی تو را جلوه میده، اما کاری غلطی که انجام میدی در دلت خب میگذاره، بری تو مزین میکنه که بسیار خوب کار است. امروز مردم ما تباست، در بدر به می خاطر است، در بدر به می خاطر است. پیسه خود مصرف میکنه، هر مرده میشه 10 لک، 5 لک، 2 لک، 1 لک 50,000 مصرف میشه. در کجا مصرف میشه؟ در شکم پرستی، در شکم پرستی. در کدام چا، در کدام مدرسه، در کدام مسجد، در کدام بیوه، در کدام یتیم شما یک مرده شده باشه امی کار کسی انجام داده باشه نشان بده برای من. همین الله هست، قطشان روان است، لقمه کلان میزنه میاد جا. همین کسایی که خودم متقی میگیره. خب چیست که از کتاب الله خبر نداره که کتاب الله را پس کنی که و یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. قرآن چی بیان داره بری تو؟ در کجا باید بده؟ خب این مردم قطعی قرآن رابطه نداره. از دروغ میگه ما قرآن دوست داریم، از قرآن دفاع میکنیم. دروغ میگه. قرآن در کجاست؟ دستورات قرآن در کدام زندگی تو دیده میشه که تو عملی کرده باشی؟ امروز همو گپ است. حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی. بله این سلسله
اینمی طور دوام کرده میره. شیطان تو را گمراه کرده در او سرحد و سرنوشت میرسی. حتی اذا جاءنا، تا که بیاید پیش ما، الله میگه قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین. کلی عذابان الله از یک طرف، لیکن عذابی که شیطان قطعی تو هم قرین است. همو کسی که تو را گمراه کرده و هم قطعت امرا یک جای باشه، یک جای قطعت باشه. ای بسیار زور میده آدمه. از همون خاطر اونجا میگه یا لیت بینی، ای افسوس، ای کاش کی بین دبین ما و بینک، دبین تو شیطان، بعد المشرقین، دوری و مسافی دوری مثل مشرق و مغرب می بود. فبئس القرین، خیلی بد هم نشین بود که مرا کشاندی به یه عذابای الله تبارک و تعالی. چرا مرا در بدر کردی؟ تو میگفتی خیر است ای کار بکو، جوانی تست، دنیاست، 4 روز میگذره. باز دو طرف میگفتی الله لک بخش است، الله رحیم است، الله غفور است. در بدر نماز نخوان، روزه نگی، دستورات الله را عملی نکو، این کارا را برام میگفتی. مشرقین، مشرق و مغرب، تسنیه ده لغت عربی دو چیزه غلبه میده. عمرین میگه ابوبکر و عمره، شمس و قمر، قمرین میگه. اینمی قسمین جمع مغرب و مشرق. یا است که مراد از مشرقین 2 مشرق است، یکی مشرقی تابستان است، یکی مشرقی زمستان است. در بینشان مسافه است. اصل کنایه از دوری مسافه است. یعنی کاش که در بین ما و تو اینقدر مسافه می بود که یکی با دیگه همروم نمی شدیم، بس سالان نمی دیدیم یکی دیگر را. امی شیطان هم نشین بود که هم در دنیا تو را گرفت، تباه کرد، عمرت ضایع کرد. هر روز بر زیر گوشی تو شیطان انسی و جنی میاد. جنی خونه مزین میکنه اعماله، شیطان انسی در زیر گوشی تا آمده رویست. تو طرف ترجمه روان هستی، بیا چی میکنی؟ ترجمه دور از دنیاست، بریم چکر طرف قرغه، اون طرف روان کرده رویسته. اونجا باز میگه که کاش که در بین ما و ازی فاصله خیلی زیاد می بود. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. قاعده است که هرگاه انسان در بلا گرفتار باشد، دیگه کسم ببینی که او هم در بلا گرفتار است، یک کمی عذاب سر آدم، یک کمی غم سر آدم کم میشه. همینطور است یا نه؟ بلا که عام شود چی میشه؟ سبک میشه. کلگی را در حالی خود میبینی، میگی ما یک تنها ما خو نیستم، دیگرام است. خود روز قیامت اینطور گپ نیست. ولا ینفعکم، هرگز براتان نفع نمیده، الیوم، در روز، اذ ظلمتم، در آن وقتی که شما شرک کرده، ظلم کرده، تجاوز کرده از دستورات الله، انکم فی العذاب مشترکون، که کلتان در عذاب شریک هسته. بدیدن دیگران تخفیف در عذابتون نمیآید، اینطور نیست. افانت تسمع الصم، تسلی بده به پیغمبر علیه السلام. پیغمبر علیه السلام محنتی تو، کوششی تو، این بجا است. نگو که چرا یا ایمان نمیاره. مانی از جانب تو نیست، نقصان از جانب تو نیست، نقصان از جانب ازواست، مانی از جانب ازواست. یک کسی که چشم داره اما کور میگیره، یک کسی گوش داره اما کر میگیره. تو برای ازو چطور راه نشان بدی، برای ازو چطور آواز بشنوانی، این امکان داره؟ الله تبارک و تعالی در اینجا امی کفار معاندین از ضدی را تشبیه میده به کورا، به کرا، به مرده ها. چرا؟ هر کسی که از این وسایل که الله برش بخشش کرده استفاده درست نکرد، عیناً امو خاصیت داره. اگر ما از گوش خود استفاده درست نکردیم، مثل کر هستیم واقعا. اگر از دید خود استفاده درست نکردیم، از عقل خود استفاده درست نکردیم، واقعا مرده هستیم. مانع از طرف از یاست. فانت تسمع الصم، یا تو شنوانده میتونی کره، او تهدی العمی، یا هدایت راهنمایی کرده میتونی، راه نشان داده میتونی کوره. و من کان فی ضلال مبین، کسی که در گمراهی آشکارا است، غرق است در گمراهی، او را تو راهنمایی کرده میتونی. پیغمبر علیه السلام تو خو محنت کرده ای، راه را نشان میدی، لیکن قاعده است که او طرف هم قابلیت باشه، انابت باشه، پذیرش باشه. یک بیانی تو خو کفایت نمیکنه. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست. در باغ چیسته؟ لاله روید و در بوم خار و خس در بوم میبره. چرا؟ قابلیت نداره امی زمین. این مردم ها عناد داره، ضد داره. الله اسباب و وسایل پذیرش داده، لیکن یا استفاده از پیش نمیکنه. قرآن بدترین مردم امی مردم معرفی میکنه که الله قوت های برای راهیابی برشان داده، اسباب راهیابی را داده، لیکن یا استفاده نکردن. امروز مسلمانای ما استفاده کردن، با گوش خود قرآن شنیدن، با چشم خود رای حق و قرآن دیدن،
در عقل خود در قرآن تفکر کردن؟ نه، تلویزیون هاست، رادیو هاست، فیلم هاست، اونو گپارا میبینه. باز میگه وی قرآنی ما در داده میشه. چی؟ کدام قرآن؟ تو قرآن نمیشناسی؟ کدام قرآن؟ بله میشناسم. شدم الاسقاط که میاره یک بندل پیسه را در زیرش میگیره که به طریق فدیه میده. اون قرآن نمیشناسه، این مردم دیگر نمیشناسه. فاما نذهبن بک، الله میگه هیچ پروا نکنی پیغمبر علیه السلام، عذاب بری از یا خامخا عذاب رسیده نیست. تو وظیفه انجام بده، یعنی تو فقط ادامه بده نمی دعوتی تا، غم نکو. باقی عذاب از یا به ما تعلق داره. آیا در دنیا عذاب بدم یا ندم، این کاری تو نیست. فاما نذهبن بک، اگر ما تو را ببریم از دنیا وفات کنیم، فانا منهم منتقمون، اگر تو نباشی همی تو فکر نکو که یا با اینمی قدر سرکشی و معصیت و نعوذ بالله طغیانشان همی تو باقی بمانه. نه، فانا منهم، یقینا ما از یا منتقمون انتقام گرنده هستیم. او نورینک الذی، یا ما تو را نشان بدیم، الذی امو عذاب را وعدناهم، که قمرشان وعده کردیم. فإنا علیهم مقتدرون، ما بالایشان قدرت داریم در هر مرحله و لحظه. یا را عذاب داده میتونیم، تو غم نکو، دعوتی تا ادامه بده. آیا امو وعده که عذاب کردیم برشان آلی داده شود یا در آخرت؟ حتما الله انتقام میگیره. فاستمسک بالذی اوحی الیک. بله، چی درس عظیم میده پیغمبر علیه السلام؟ از هر طرف هر قدر تبلیغ میکنه مردم نمیپذیره، هیاهوی زیاد است، سر و صدا، تهمتا، نعوذ بالله. در این حالات آدم چی بکنه؟ الله پیغمبر خود دستور میده فاستمسک بالذی اوحی الیک. نظریات متنوع میشه، فلسفه ها، مفکوره ها، نظریات مختلف میشه، هر طرف صدا میشه. امروز هیاهوی دموکراسی لعنتی در از هر رادیو از هر تلویزیون بالا میشه. ما چی کنیم؟ الله به پیغمبر خود دستور میده فاستمسک، چنگ بزن، محکم بگی، بالذی، بمو علم، بمو وحی که اوحی الیک، برات وحی کرده شده، قرآن محکم بگی به امرای حدیثی پیغمبر، امو تعلیمات خودیتا اونموره در تو را میگم دیوال تو بشنو. پیغمبر رایش بالکل مشخص است، هیچ وقت تو طرف نمیشه. لیکن ما او تو را درس داد. اگر تو واقعا رهروی حق هستی، دعوتگری حق هستی، سر و صدا پیدا میشه، اعتراضا، مفکوره ها از هر طرف، دعوت ها، یک هیاهوی جور میشه. هر کس میگه ما حق هستم. کدام طرف بریم؟ عوامی ما امروز میگه ما کدام طرف بریم؟ یک ملا یک چیز میگه، یک ملا دیگه چیز میگه. قرآن برات میگه فاستمسک، چنگ بزن، بالذی، بمو چیزی که اوحی الیک، وحی به تو داده شده پیغمبر علیه السلام، قرآن است. قرآن محکم بگی، حتما راه نجات در قرآن کریم است. چرا؟ انک علی صراط مستقیم، یقینا تو بر راه راست برابر قرار داری. رای تو بالکل درست است، هیچ نوع شبهه، هیچ نوع اعتراض تو را متزلزل نسازه. پیغمبر متزلزل نمیشه. خما تو را درس گفت. سر و صداها که زیاد شد، به قرآن رجوع بکو، قرآن محکم بگی. یک وقتی انسان برای حق باشه، آلی دیگه از جدیت کار نگیره. الله به پیغمبر خود میگه پیغمبر به تمام جدیت برنامه خود ادامه بده. چرا؟ باقی کار در پیش ماست. تو در راه مستقیم قرار داری. ما و شما را میگه زمانی که راه درست بود، دلیل داشتی، منطق داشتی، به کمال جدیت امی برنامه تا پیش ببر، از کسی هراس نداشته باش. متزلزل ملاها میگه ولی ما گفته نمیتونیم. خدا حنفی معرفی میکنی، از کتاب حنفی برات میآید، میاره از یک جای برات میکشه، نعوذ بالله تواصل شرکی را. اینا میگه در تفسیر کابلی اینجا نوشته کده و ایاک نستعین، طلب امداد اگر از کسی او را مستقل ندانی پروا نداره، امداد طلب کن. فقط یک نکته که او را مستقل ندانی یعنی چی مانا؟ مسلک نصارا میگه که عیسی علیه السلام ابن الله هست، رویدار پیش الله است. اگر یک ولی را تو همی تو رویدار بدانی از پیشش مستقیم طلب کن، هیچ گپی نیست. خدا که حنفی گرفتی باز اینی تو میگه این کتاب حنفی است، تو مقلد هستی. اینجا گفته باز خدا شور داده نمیتونی اعلان کو، بگو من پیروی کتاب الله و سنت رسول الله هستم، روش من مستند به دلیل است، دلیل برای من پیش کو، کتاب برای من پیش نکو، رأی شخص برای من پیش نکو، برای من دلیل پیش کو. باز کس است که پیش بیاورد، این باز کسی باشه که پیش بیا. مولا صاحب تو خدا به دسته گرفتی، دست و پایت بسته کردی، در پیش دیگران خود انداختی، دست و پایت بسته نکو. بگو او برادر ما پیروی کتاب الله و سنت رسول الله است.
فقط اعلان بکو، باز کسی نیست که در پیشید بیا. قرآن برات میگه انک علی صراط مستقیم، یقینا تو بالای راه درست هستی. و انه لذکر لک، الله اکبر. اینطور کتابه این مردم اعراض میکنه، اینطور کتابه. و انه لذکر لک، یقینا این کتاب سه معنا میکنیم. و انه لذکر، این کتاب شرافت و عزت است، لک برای تو، ولی قومک برای قوم تو قریش. اگر در اول مرحله یا بپذیره، پیشتازترین مردم ها، اولترین مردم ها منقاد به قرآن کریم هم یا میشه، از او خاطر سر لشکر اسلام جور میشه، مثل که صحابه جور شدن. خوی قومی بدبخت اگری را بدانه، این قومی بدبخت اگری را بدانه، شرافت و عزت خدا بدانه. واقعا که شرافت و عزت در قرآن بود، الله برش گفته بود. امروز هم این قرآن شرافت و عزت است، امروز هم است. اگر ما با قرآن جمع شویم، با قرآن جمع شویم، بس خلاص است. قرآن دستورات داره در مورد کافر، یهود، نصارا، همسایه مسلمان، همسایه کافر، در کلش دستورات داده که برای ما کدام دستور قرآن پیش کرده. بالکل برای ما دستور داره. خود تو به شرطی که ما در قرآن جمع شویم. چرا نزاع باشه؟ چرا تفرقه باشه؟ چرا سمت جنگی بکنیم؟ چرا تنظیم جنگی بکنیم؟ چرا کدام طرف روان هستیم؟ قرآن ما را سری چی جمع کرده، سری چی ما با هم جدا میشیم؟ قرآن برات میگه یک ترجمه. دوم، و انه لذکر لک، یقینا اینمی قرآن کریم وعظ و نصیحت است، لک برای تو هم پیغمبر علیه السلام، ولی قومک برای تمام امتت. اینجا قوم برای تمام امتت، کل امتت. اینمی نصیحت است، چیزی که قرآن میگه امو را بپذیره. بس قرآن که چیزی برشان میگه. بله، حدیث پیغمبر در قرآن داخل است، چرا که تشریح قرآن کرده. سوم ترجمه، و انه قرآن کریم لذکر، مایه یادآوری است، مایه یادآوری است، بری تو یاد میکنه حقایق، مطالب، مقاصد داستانای سابقه را، شیوه دعوت پیغمبرا را، شیوه مخالفت قوما را که چی گپات تا او بالا شده. بری تو راهروی خیلی واضح موجود است. او راهروی واضح کدام بود؟ انبیاء علیهم السلام آمدن، قوما تکذیب کردن، قوما مخالفت کردن. انبیاء علیهم السلام خسته شدن؟ نه، راه خدا ادامه دادن. کدام راه را تعقیب کردن؟ آن چیزی که سرش وحی شده بود. بله، کامیاب شدن یا ناکام؟ کامیاب شدن. مخالفین به سرنوشتشان رسیدن. از او خاطر این مایه یادآوری است، لک برای تو هم پیغمبر علیه السلام، ولی قومک برای قومیتم باید یک کمی فکر بکنه از حالات مردمای سابقه، قومای سابقه، یک کمی تجربه بگیرن، درس بگیرن که انجام چی میشه. امروز مقابله تو را میکنه پیغمبر علیه السلام، امروز روز فرا میرسه که ذلیل باشه. همونطور ذلیل بود. مکه که فتح شد دیگه لرزه در وجودی از یا چی شده بود؟ مقرر شده بود. میترسیدن که آلی فرمان میده پیغمبر از کشتن آلی. لیکن پیغمبر خو مجسمه اخلاق بود، کالبد اخلاق. یک دم میگه لا تسریب علیکم اليوم. خو قرآن میگه و سوف تسالون، زود است که از شما سوال کرده شود در مورد این نعمت بزرگ. قرآن ذکر مایه شرافت و عزتتان است، از شما سوال کرده میشه. در مورد چی؟ تلاوتش کرده، عمل سرش کرده، بیان ازیره کرده، مردم طرفش دعوت داده. ما خود دعوت بگذار، دعوت دیگرها را بگذار، عمل بگذار. حتی تلاوتش هم یاد نداریم. خاندان بزرگ است، از پانتون چیستا اکسفورد فارغ است، از کالیفرنیا فارغ است، خود قرآن یاد نداره. و خدا مسلمان میگه کدام تحقیقات نیست که یاد نداشته باشه، خب لیکن قرآن یاد نداره. اظهار محبت قرآن توسط آوردن چند دانه قاری صاحب کور در خانه خود به تلاوتش میکنه که من محبت قطع قرآن دارم، محبت قطع قرآن دارم. محبت به انگلیسی داشته باش، محبت به بی‌حجابی داشته باش، محبت با چاپلوسی مردمای بیدین داشته باش. با قرآن چی محبت داری؟ قرآن اگر محبت قطع قرآن داشته باشی، تو را والله اگر مسلمان بی غیرت بسازه، قرآن تو را مسلمان غیرتی میسازه. اگر یک روز یک ساعت زندگی داری، باز تو را قرآن درس میده که تو چی رقم زندگی بکن. همین رقم زندگی که فعلا ممالک اسلامی برای همین مستکبرین جهان میکنه، از پاچاش گرفته تا ترین طبقیش، همین رقم. با قرآن آشنا شدن اینطور نیست. با قرآن آشنا شدن همون مجد و عظمت سابق که برای پیغمبر و برای اصحابش حاصل شده بود برای تو حاصل میشه. خب ما تو از قرآن دور گریختیم. واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا، سوال بکنه پیغمبر علیه السلام
به این مردم بگو به خاطر رد شرک این مردم ها چرا لا اقل مردم دیگر نمیبینه علمای سابقه را از و سوال بکنه آیا الله شریک داره؟ نعوذ بالله. یا غیر از الله قابل پرستش دیگه کس است؟ واسأل من ارسلنا، سوال که از او کسی که ما روان کرده میشه. کسی که روان کرده خود انبیاء علیهم السلام است. در وقتی پیغمبر علیه السلام یک پیغمبر زنده نیست غیر از عیسی علیه السلام که در آسمان، چطور الله میگه سوال بکن؟ جواب است واسأل من ارسلنا، بله الله برش میگه سوال بکن پیغمبر علیه السلام از امو انبیاء علیهم السلام که ما روان کردیم. در کجا؟ در شب معراج. کلی از وار الله برات پیش میکنه. الله برش اختیار داد سوال بکن. سوال در مورد شرک، در مورد از اینکه قطعی الله شریک کسی است. پیغمبر خو یقین کامل داره، از او خاطر حاجت به سوال نشد، سوال نکرد. چرا؟ چیزی که یقین حاصل باشه چی ضرورت به سوال است؟ یک مربوط شب معراج است، از او خاطر میگه سوال بکن. دوم واسأل امم من ارسلنا، سوال که از امتایی که ما امتای او شخصایی که ما روان کردیم. امتای او شخصا کیسته؟ امت موسی و عیسی علیهم السلام فی الحال موجود است، از او سوال بکن. من قبل که روان کردیم پیش از تو. دو واسأل من ارسلنا، واسأل اینجا به معنای چیسته؟ نظر بکن من ارسلنا، کتب من ارسلنا، در کتابای انبیاء علیهم السلام که روان کردیم من قبل که پیش از تو. نظر بکن در او کتابا که آیا در او کتابان برای الله شرک است؟ در اونجا میگه که غیر از الله دیگه کس مستحق عبادت است؟ من رسولنا، از پیغمبران خود. اجعلنا، آیا ما گردانیدیم من دون الرحمن غیر از الله، الله که مهربان است کل بخشش و نعمت از ناحیه از اوست، کل بخشش از ناحیه از اوست. ما گردانیدیم آلهتا، معبودا را یعبدون که عبادتشان کرده شود، قابل عبادت باشن. بیار یک دلیل. ایره مردم میگه موقع برش بده، برو سعی کنی از دیگه جا یک سند خو بیاری کدام عملی که انجام میده. نه خود نه، همون کسایی که دعوای کتاب آسمانی داره. این طور است مثل که یک عوام بگویی که نه تو را نمیگم، تو خامیستی، چیزا نمیفهمی. خود تو یک دلیل از ملا صاحبی خود پرسان کو که تو امی دستار اینطوری گرفته ای او در نرمی گوشت بر در رایستیا او نیت میو که زرد اخلاص نیت کردم از صدق دل میخوانم 4 رکعت نماز فرض پیشینه، همیره تو بیار سندیشه داره. ایره اینطور دلیل گفتن است. پیغمبر علیه السلام الله میگه به این مردم بگو که مردم یک کمی به هوش شوا، فکر بکنه، در جستجو شوا که هر طرف بگرده. مردم میگه سرش در سنگ لحد بخوره، این چیزم پیدا نکنه. باز بعد از او در هوش بیا که وای ما کدام طرف روان بودم؟ این قدر عمر نماز خواندم و بدعت کردم، نماز خواندم گناه کردم، طریقه پیغمبر در این قدر عمر پرسان نکردم. 60 سال من نماز خواندم، 60 سال هم امیقا پرسان نکردم که پیغمبر چطور نیت کرده بود. نیت نمیفهمیدم. من چطور مسلمان هستم که در حق عبادت خودی قدر معلومات ندارم؟ ایره میگه باز متوجه کردن طرف فکر عمیق بکنه. ایره میگه فکر عمیق.